سلام و درود. خیلی خوشحالم که با یکی دیگه از سری برنامه‌های متعادل کردن چاکراها در خدمتتونم. تو این قسمت می‌خوایم بفهمیم چاکرای دوم چیه، کجاست و چیکار میکنه. امیدوارم این ویدیو رو تا انتها نگاه کنید و استفاده کافی رو ببرید. چاکرای دوم مرکز انرژی جنسی و نفس و خلاقیت ماست که به عنصر آب نسبت داده میشه که منبع تمام حیات زیست شناختی اطراف ماست. عنصر آب پاک کننده و تطهیر کننده است و سدهایی که مانع جریان انرژی و حیات ما هستن رو میشوره و باز میکنه. تو سطح فیزیکی و مادی بدن آلودگی ها رو از کلیه ها و مثانه ها باز میکنه و در سطح معنوی و غیر مادیمون به شکل جریان روان و آزاد احساسات رو نشون میده و باعث میشه تا انسان زندگی رو همیشه تازه و جدید ببینه. از طریق این چاکرا فرد مستقیما احساسات انسانها رو درک میکنه و اون رو به یکی از مراکز مهم ادراک ماورا تبدیل میکنه. چاکرای دوم معمولاً جایگاه واقعی شاکتی محسوب میشه. حالا شاکتی چیه؟ شاکتی تجلی نیروی مؤنث خداست که به شکل انرژی خلاق در وجود ما وجود داره و حوزه نفوذ اون تو اندامهای تولید مثله که تو مرد به صورت میل به خلق حیات جدید و در زن به صورت گیرنده تکانه های خلاق و ایجاد زندگی جدیده. خلاقیت شامل هر کاری که فرد انجام میده میشه و فقط مخصوص موارد بالا نیست. اگر راه عبور انرژی تو این چاکرا مسدود شده باشه یا اختلالی تو این چاکرا وجود داشته باشه به زیاده روی یا سرکوب میل‌های جنسی منتهی میشه و معمولاً در راه زیاده روی در رابطه یا خیال پردازی خودش رو نشون میده یا ممکنه به حالتی مثل اعتیاد به مواد مخدر یا هر چیز دیگه‌ای در بیاد یا ابراز این انرژی‌های طبیعی رو فرد محکوم میکنه یا اینکه به صورت شهوت پرستی بی‌ادبانه و اصرار در میل جنسی نمایان میشه. کمکاری این چاکرا میتونه ریشه تو کودکی داشته باشه. احتمالاً والدین فرد احساسات و ارتباطشون رو کنترل میکردن و فرد کمبود لذت‌های حسی مثل نوازش، مهر و عطوفت رو تجربه کرده. در نتیجه احساساتش رو سرکوب کرده و وقتی به دوران بلوغ رسیده یا مانع رشد انرژی‌های جنسی شده که باعث واپس‌زدگی عاطفی، فقدان عزت نفس و فلج عاطفی میشه و در نظرش زندگی بسیار غم‌انگیز و کسل کننده و بی‌ارزشه یا اینکه با زیاده روی در ابراز احساساتش و میل‌های جنسیش باعث ایجاد تبعات بسیار بد و بزرگی میشه. حالا ما میتونیم با استفاده از مدیتیشن های مخصوص این چاکرا که تو قسمت بعدی کامل براتون توضیح میدم، یوگا و مواردی که بهش میگیم سرعت دهنده های تعادل چاکراها استفاده بکنیم و چاکراهامون رو به تعادل برسونیم. یکی از این سرعت دهنده هایی که من خیلی دوستش دارم و تو هر ویدیو در موردش صحبت میکنم رنگ ها هستن. ما میتونیم از رنگ ها تغذیه کنیم. مواد غذایی و خوراکی هایی که رنگ طبیعی نارنجی دارن یا لباس هایی که با رنگ نارنجی هستن یا سنگ هایی که رنگ نارنجی دارن میتونن به تعادل این چاکراها کمک بکنن و اونا رو سرعت بدن، چون رنگ جذب انرژی این چاکرا نارنجیه. اگر از فعالیت هایی که انجام میدید بدون احساس گناه لذت میبرید، اگه احساس این که نباید تحت کنترل باشید رو دارید، اگر ارتباط قوی با دیگران دارید و مرزهای شخصی رو هم رعایت میکنید، یا اگر در ایجاد و بروز رفتارهای سالم عاطفی توانایی خوبی دارید، بهتون تبریک میگم. شما چاکرای دومتون تعادل نسبی خوبی داره و اگر دوست دارید که این تعادل رو در چاکراتون حفظ کنید و نگه دارید، این کارهایی که بهتون میگم رو انجام بدید. بسیار ساده است. اولیش پیغام دادن به دوستان، اطرافیان و کسانی که انرژی خوبی ازشون میگیرید. حموم آب گرم، لذت بردن از موسیقی‌های مورد علاقتون و تمرین‌های ملایم یوگا
خیلی بهتون میتونه تو متعادل نگه داشتن این چاکرا کمک بکنه. اگر این مواردی رو که گفتم در وجودتون نمیبینید و از زیاده روی یا سرکوب امیال جنسیتون رنج میبرید، باید بهتون بگم چاکرای دومتون تو وضعیت خوبی به سر نمیبره. از پیامدهای متعادل نبودن چاکرای دوم میشه به مشکلات جنسی، ترس از صمیمی شدن، ترس از تغییر یا ناتوانی در ایجاد تغییر، ناتوانی از لذت بردن و واپس زدگی عاطفی اشاره بکنم. اگر این موارد وجود داشته باشه و فرد احساس گناهکاری تو زندگی خودش داشته باشه، میتونه کمبود انرژی عاطفی رو تجربه بکنه و یا باعث غلیان عاطفی بشه. علاوه بر پیامدهای روحی و عاطفی که بهتون گفتم، نامتعادل بودن چاکرای دوم یعنی چاکرا سوادیستانا، علاوه بر پیامدهای روحی و عاطفی که بهتون گفتم، پیامدهای فیزیکی رو هم در جسم مادی ما ایجاد میکنه، مثل ناخوشی‌های زنانگی، مشکلات کلیوی و مثانه، سردمزاجی، سفت شدن پایین کمر و کمردرد، کاهش خونریزی و عادی کردن دوره‌های عادت ماهانه زنان اشاره بکنیم. یک نکته بسیار مهم وجود داره که باید بهش توجه بکنیم. اگر موارد جنسیمون رو کنترل نکنیم یا به طور مداوم به جنس مخالف فکر بکنیم و نگاه شهوت‌آلود به دیگران داشته باشیم، باعث جذب انرژی‌های سنگین منفی میشه و موجب تخلیه انرژی‌های مثبت از این چاکرا میشه و میتونه این چاکرا رو از تعادل خارج کنه یا تا مقدار بسیار زیادی باعث مسدود شدن مسیر انرژی این چاکرا بشه. خلاصه ای از موارد تاثیرگذار روی چاکرای دوم رو براتون به صورت اسلاید میذارم، میتونید بهش مراجعه بکنید، ازش استفاده بکنید. و در قسمت بعدی مدیتیشن مخصوص این چاکرا و یوگای مخصوص این چاکرا رو براتون میذارم، منتظر باشید. پس همین الان کانال ما یعنی وایب وی رو ساب کنید، زنگوله رو بزنید و با لایک و کامنت های قشنگتون قوت قلب ما باشید.